نیکولا تسلا. وقتی این اسم رو میشنوید چی تو ذهنتون میاد؟ شاید سائقه، نبوغ یا حتی یکم رمز و راز. امروز میخوایم داستان مردی رو تعریف کنیم که خیلیا بهش میگن مخترع قرن 20. میگن تاریخ مال اوناییه که رویاهای بزرگ دارن. خب اگه اینطوری باشه تسلا یکی از بزرگترین رویا پردازاهای تاریخ بود. اما داستانش به ما نشون میده که داشتن یه رویای بزرگ تازه اول کاره. حالا فرض کنید شما یه رویای بزرگ دارید، اما چی میشه اگه کل دنیا انگار دست به دست هم بده تا رویای شما رو نابود کنه؟ برای نیکولا تسلا این یه فرض نبود، این واقعیت تلخ زندگیش بود. خب بریم سراغ شروع داستان که خودش به اندازه اختراعاتش عجیب و غریبه. میگن تسلا درست نصف شب وسط یه طوفان صاعقه وحشتناک به دنیا اومد. انگار خود آسمون داشت خبر از آینده این پسر میداد. بچگیش پر از اتفاقاتی بود که واقعاً مسیر زندگیش رو عوض کرد. مثلا مرگ تراژیک برادر بزرگترش باعث شد که تا آخر عمرش توهم‌های از جرقه‌های نور ببینه. و از همون بچگی یه فکر عجیب تو سرش بود. یه جورایی وسواس داشت که یه روزی قدرت عظیم آبشار نیاگارا رو مهار کنه. جالبی که دبیرستان 4 ساله رو هم فقط تو 3 سال تموم کرد که نشون میده از همون اول یه نابغه بود. اما چیزی که تسلا رو واقعاً خاص می‌کرد ذهنش بود. فکرشو بکنید، اون یه جور حافظه تصویری داشت، یعنی میتونست یه دستگاه پیچیده رو با تمام جزئیاتش توی ذهنش بسازه، روشنش کنه، ایراداشو پیدا کنه و درستش کنه. همه اینا فقط و فقط توی سرش، قبل از اینکه حتی یه پیچ رو ببنده. خب تسلا با این ذهن فوق‌العاده یه رویا داشت، بره آمریکا و برای قهرمانش یعنی توماس ادیسون بزرگ کار کنه. اما اصلاً خبر نداشت که این رویای شیرین قرار تبدیل بشه به یکی از تلخ‌ترین و مشهورترین خیانت‌ها توی تاریخ علم. جالبه بدونید که اون یه مهاجر گمنام نبود، با یه معرفی‌نامه فوق‌العاده پیش ادیسون رفت. تو نامه نوشته شده بود من 2 مرد بزرگ میشناسم. یکی تویی و اون یکی هم همین جوونیه که پیشت فرستادم. یعنی ببینید چه انتظاری ازش میرفت؟ دوستان از این قراره. ادیسون به تسلا گفت اگه بتونی ژنراتورهای جریان مستقیم من رو که کلی مشکل دارن بهتر کنی $50,000 بهت میدم. $50,000 اون موقع یه ثروت افسانه‌ای بود. تسلا هم ماه‌ها روزی 19 ساعت کار کرد و بالاخره موفق شد. اما وقتی رفت که پولش رو بگیره، ادیسون خیلی راحت بهش خندید و گفت تسلا تو شوخی‌های آمریکایی ما رو نمیفهمی. با همین یه جمله ادیسون نه فقط یه نابغه رو از دست داد، بلکه سرسخت‌ترین رقیبش رو با دستای خودش ساخت. و بعدش چی شد؟ باور کردنی نیست. تسلا همون نابغه‌ای که آینده الکتریسیته رو تو ذهنش میدید، از شرکت ادیسون اومد بیرون و کارش به جایی رسید که مجبور شد برای روزی فقط $2 کانال بکنه. نبوغش داشت زیر گل و لای دفن میشد. اما خب یه نابغه رو نمیشه برای همیشه سرکوب کرد. تسلا از اون وضعیت نجات پیدا کرد و آماده شد تا ادیسون رو توی یه جنگ تمام عیار به چالش بکشه. جنگی که اسمش شد جنگ جریان‌ها. خب بذارید ببینیم دعوا سر چی بود. یه طرف ماجرا سیستم ادیسون بود. جریان مستقیم یا دیسی. فکر کنید مثل جریان آب توی یه لوله است که فقط توی یه جهت حرکت میکنه. برای زمان خودش عالی بود، اما یه مشکل اساسی داشت. نمیتونست مسافت‌های طولانی رو طی کنه. بعد از 1-2 کیلومتر کلاً ضعیف میشد. و طرف دیگه ایده انقلابی تسلا بود. جریان متناوب یا AC. اینجا دیگه جریان برق مثل موج دریا دائما جهتش عوض میشه. جلو و عقب میره. همین ایده به ظاهر ساده همه چیز رو تغییر داد. حالا میشد برق رو با کمترین اتلاف صدها کیلومتر اونورتر فرستاد. مشکل مسافت حل شده بود. اینجا تفاوت‌ها رو ببینید. سیستم تسلا یعنی AC نه فقط مسافت خیلی بیشتری رو پوشش میداد، بلکه تا 75% هم ارزان‌تر بود. چون به سیم‌های نازک‌تر و تجهیزات کمتری نیاز داشت. این برای امپراتوری گرون قیمت دیسی ادیسون یه تهدید مرگبار بود. ادیسون که دید از نظر فنی داره میبازه، دست به یه کار کثیف زد. یه کمپین تبلیغاتی رو انداخت تا مردم رو از AC بترسونه. میگفت این یه نیروی شیطانی و مرگباره. حتی جلوی چشم مردم حیوانای بیچاره رو با برق AC میکش تا حرفش رو ثابت کنه.
کار به جایی رسید که مخفیانه پول داد تا اولین صندلی الکتریکی رو با جریان AC بسازن، فقط برای اینکه اسم رقیبش یعنی وستینگهاوس رو با مرگ و اعدام یکی کنه. نقطه اوج این جنگ نمایشگاه جهانی شیکاگو در سال 1893 بود. اینجا قرار بود تکلیف همه چیز روشن بشه. آینده روشنایی جهان به نتیجه این نمایشگاه بستگی داشت. اولین راند مبارزه سر قرارداد روشن کردن نمایشگاه بود. شرکت ادیسون یه قیمت نجومی داد، اما پیشنهاد تسلا و شریکش وستینگهاوس 1/3 اون بود. این نشون میداد که AC چقدر به صرفه تره. طبیعتاً اونا قرارداد رو بردن. شب افتتاحیه رو تصور کنید. 100,000 نفر، حتی رئیس جمهور آمریکا، همه توی تاریکی مطلق جمع شدن، همه نفساشون رو حبس کرده بودن و منتظر بودن. و بعد فقط با زدن یک کلید کل محوطه غرق در نور شد. یه شهر درخشان از دل تاریکی بیرون اومد. منظره‌ای که تا اون روز هیچ کس به چشم ندیده بود. این لحظه پیروزی قاطع تسلا و جریان متناوب بود. در نهایت 27 میلیون نفر از این نمایشگاه دیدن کردن و معجزه AC رو با چشمای خودشون دیدن. دیگه بحثی باقی نمونده بود. جنگ جریان‌ها تموم شد. تسلا برنده شده بود. حالا که تسلا جنگ رو برده بود، وقتش بود که به سراغ بزرگترین رویای زندگیش بره. همون رویایی که از بچگی تو سرش داشت، مهار کردن قدرت آخشار نیاگارا. بعد از پیروزی تو شیکاگو، یه پروژه بزرگتر جلوش بود. همون رویای بچگیش، یعنی چرخ آبی غول‌پیکر زیر آبشار نیاگارا. حالا قرار بود به واقعیت تبدیل بشه و اولین نیروگاه برقابی عظیم جهان رو بسازه. برای این کار عظیم تسلا ژنراتورهای طراحی کرد که تا اون زمان مثلش ساخته نشده بود. هر کدوم از این غول‌های آهنی میتونستن 5000 اسب بخار نیرو تولید کنن. اینا ماشین‌هایی بودن که قرار بود خشم طبیعت رو به نیرویی برای پیشرفت بشر تبدیل کنن. و بالاخره در سال 1896 سیستم راه افتاد. خود تسلا بعدها نوشت شما نمیتونید تصور کنید من چقدر هیجان زده بودم. 30 سال بعد از اینکه این رویا رو دیده بودم داشتم میدیدم که به حقیقت پیوسته. این لحظه‌ای بود که عصر جدید الکتریسیته رسما آغاز شد. پس ببینید این نیکولا تسلا بود که به دنیا نیرویی رو داد که پایه دنیای مدرن ماست. برقی که الان خونه هامون رو روشن میکنه، کارخونه هامون رو میچرخونه و کل سیاره رو به هم وصل کرده، مدیون ایده های اونه. و این ما رو با یه سوال بزرگ و عجیب تنها میذاره. چطور ممکنه تاریخ مردی رو که عملاً قرن 20 رو اختراع کرد تا این حد به دست فراموشی بسپاره؟